مردم عادی برای پول کار میکنن، اما آدمای پولدار کاری میکنن که پول براشون کار کنه. ویدیوی نیمروزی کوبالت روز 4. میخوایم راجع به کتاب پدر پولدار پدر بی پول صحبت کنیم. مدرسه و دانشگاه هیچ وقت نیومد به ما یاد بده که چجوری باید دانش اقتصادی کسب کنیم، اما یه همچین کتابی به ما کمک میکنه که بفهمیم چجوری باید با پولمون رفتار کنیم و زندگی کنیم. این کتاب داخل 2 قالب پدر پولدار و پدر بی پول روایت میشه و یه جورایی زندگی نامه خود رابرت کیوساکیه. پدر پولدار یه جورایی نمایی از پدر رفیق رابرت کیوساکی که یه سرمایه‌دار بزرگ است و پدر بی پول در واقع پدر خود رابرت کیوساکیه که یه معلم ساده است و این داستان قراره داخل این قاب روایت بشه و تمامی نکات اقتصادی رو به ما یاد بده. این ویدیو صرفا برای توضیح این کتاب بود، ولی اگه دوست داری این کتاب و نکاتی که من یاد گرفتم و از این کتاب رو ببینی، ویدیوهای بعدی رو دنبال کن و قراره فصل به فصل این کتاب رو برای شما نشر بدم و توضیح بدم تا شما هم بتونید دانش اقتصادی رو کسب کنید.